چه غلطی میکنی؟ آقا جون یه قاچاقچی مطمئن گیر آوردم داره منو میبره اون بره. خجالت بکش مرد، تو بزدلی، تو ترسویی، نتونستی حقتو بگیری داری فرار میکنی. مرد باش، تو مملکت خودت زندگی کن. آقا جون من اینجا چیکار کنم؟ یا پای فیسبوکم یا خوابم یا علافم، میرم اونجا ادامه تحصیل میدم. خب میخوای تحصیل کنی؟ مرد باش، تو مملکت خودت تحصیل کن. من 3 ترم دانشگاه نمیرم، رام نمیدن. کی گفته زندگی فقط درسه؟ مرد باش، تو مملکت خودت ازدواج کن، تو مملکت خودت تشکیل خانواده بده. آقا جون ازدواج کنم؟ من نه کار دارم نه پول دارم نه خونه دارم، کی به من زن میده؟ ما چند بار رفتیم خواستگاری، قربونت برم آخه. خب مرد باش، برو کار کن، برو پول در بیار، برو تو مملکت خودت کار کن. کار کنم آقا جون؟ من الان 3 ساله دارم دنبال کار میکردم، یا کار گیر نمیاد یا پارتی میخواد یا پولش خیلی کمه. کی گفته زندگی فقط کاره؟ من کار میکنم خرجتو میدم، تو تفریح کن، لذت ببر. مرد باش، تو مملکت خودت لذت ببر. آقا جون من از چی لذت ببرم؟ اون از سینما که نداریم، جشنم که نداریم. شما بگو من از چی لذت ببرم؟ من لذت ببرم هیچ غلطی که نمیتونی بکنی. مرد باش، اینه که مرد بمیر، حداقل تو مملکت خودت بمیر. بمیرم آقا جون، چشم میمیرم، ولی مردن من 50 میلیون خرج داره. سوم دارم، هفتم دارم، 40م دارم، سالگردن دارم، اونم 30 تومن بذارین کنار. 80 میلیون باید بذارین کنار برای مردن من میمیرم اگه میذارین کنار. گفتی قاچاقچی مطمئنه؟ بله خوش. لباس گرم برداشتی؟ بله خوش. خب مرد باش، میخوای بری خارج از بغل برو. چشم خوش. حداقل تو مملکت خودت میخوای بری خارج از بغل برو. چشم خوش. I love you my son. I love you daddy.